این امضای اکبر جوجه است. اکبر جوجه باید چرب باشه. با آشپزخونه خودت خوش اومدی. من پرویز هستم و نوبتی هم باشه نوبت اکبر جوجه است. اکبر جوجه روش‌های متعددی میپزن. همه میگن ما رسیپی اصلی هستیم، همه میگن این درسته اون غلطه. کاری به این حرفا نداریم. همه رو بذار کنار. امروز میخوایم به سبک من درست بکنیم. من نمیگم این اصلی ترین سبکه و من نمیگم که این بهترین سبکه، اما میگم این خوشمزه ترین سبکه. پس تا آخر ویدیو همراه من باش تا بده یاد بگیرم چقدر راحت یک اکبر جوجه خوشمزه درست کنی با سس انار خیلی خوشمزه تر. این مرغ دقیقاً 800 گرمه. توی اکبر جوجه ما فقط قسمت انتهای مرغ ازش جدا میکنیم، همین، با بقیه‌اش یه کاری نداریم. اکبر جوجه رو حتما در وسط نصفش بکنیم. دقت داشته باشید که اکبر جوجه نیمی از مرغه، یعنی نیمی از سینه و روم به هم چسبیده. حالا بعضی‌ها درست میکنن، بعضی‌ها خالی میذارن، اون میشه دیگه به سبک اکبر جوجه. ولی اکبر جوجه اصل از وسط باید نیم باشه. برای همین میگن که مرغ کوچیک انتخاب کنیم. بهترین وزن بین 800 گرم تا 1200. این وزن ایدئال هستش. حالا ما از هم دیگه جداش کنیم. توی بعضی از رسیپی ها اول آب پزش میکنن و بعد جداش میکنن. گفتم امروز قراره سبک من رو بپذیرید. من همین ابتدا به ساکن این از وسط نصفش میکنم. یه چاقوی خوب داشته باشید کارتون حله. به همین راحتی از وسط دو نیم شد. خیلی خوب. چربی های اضافهش رو بهتره که بگیریم و همینطور این قشای داخلیش رو. اینا میتونن هم بدمزه کنن و همین که تلخش کنن. پس این داخلش رو هم تمیز میکنیم، بعد حسابی میشوریمش و میریم برای مزه‌دار کردنش. بریم سراغ یکی. خب این چربی اضافی نداره، فقط باید این بخش داخلیش رو ازش بگیرم. میبینید به همین راحت ازش جدا میکنم. اگه بذار یک کم داخل یخچال فریز بشه، صفر بشه، اینا به راحتی ازش جدا میشه، ازش خیلی ازتون نمیکنه. میبینید به همین راحتی. خیلی خوب، برم اینا بشورم و برگردم. حالا میخوایم اینو مزه‌دارش بکنیم. میخوام خیلی حرفه‌ای مزه‌دار کنیم. چی کار میکنیم؟ نمک رو بردارید، روی پوستش رو کلا نمک سود کنید. حتما منتظر این هستید که چند تا ادویه رو با هم ترکیب کنم، مخلوط کنم و یه چیز عجیب و غریب درست بکنم. کاری که خیلی از دوستان همکاران همه دارن انجام میدن، ولی واقعا نیازی نیست. خب مزه کردن من تموم شد. و همین راحتی فقط با یه نمک. الان قضاوت نکن، بپز، بعد نظرتو بهم بگو. فقط نمک خالی. میخوایم طعم واقعی مرغ رو بچشیم. شما الان به این 1000 تا موادم که بزنید، وقتی بره داخل روغن خیلی از اون مواد از روش جدا میشن یا میسوزن. اگر میخواید ادویه استفاده کنید، چرا که نشون براش سس روپنار درست کردن؟ چون این خودش خیلی نیازی به ادویه‌جات نداره. به این دقت بکنید. برای همین خاطر کنارش سس انار گذاشتن. پس فقط و فقط نمک خالی. من حدود نیم لیتر روغن داخل تابم میریزم. برای این دوتا کاملا کافی هستش. نیم لیتر روغن ریختم داخل تابم برای سرخ کردن دوتا مرغم. کره الان بهش اضافی نکنید، چون قراره با شعله کم حدود 1 ساعت تا 2 ساعت بپزه. اگه بهش الان کره اضافی کنید، کره تو دمای بالا میسوزه. پس میزنیم 1 ساعت آخر سر بهش کره اضافه میکنیم. به مرغمون فقط نمک زدیم، ادویه فقط نمک. اما برای خوش رنگ‌تر شدنش میتونید بهش زعفرون هم بزنید. به غیر از این دیگه فقط بهش زعفرون زدم که رنگش خوش رنگ میشه بعد از سرخ. همین و سلام، دیگه چیز دیگه اصلا نیاز نداره. با این ماساژی که دارم میدم نمک کاملا به خورد همه جای مرغم هم میره. وقتی که روغنتون کاملا داغ شد، اینو بردارید با رعایت احتیاط کامل بذارید داخل روغن. این روغن منو نصف مرغ کاملا گرفت. اینقدر روغن براش کافیه. اینم اون یکی. همونطور که دیدید روغن وقتی داغ شد، مرغامو یا همون
اکبر جوجه هامو گذاشتم داخلش. حالا شعله‌ش رو کم میکنم و دربش رو هم میذارم. حدود 1 ساعت اجازه پخت بهش میدم. 1 ساعت بعد حدود 200 گرم هم بهش کره اضافه میکنم. کره محلی که باشه دیگه عالی میشه. باز دوباره زیرش همونجوری کم درش رو میذارم. 1 ساعت دیگه هم. مدت زمان پخت این 2 ساعت هستش. برای درست کردن سس انارمون 10 گرم کره ریختم داخل تابه. نصف قاشق چایخوری بهش سیر اضافه میکنم. من از خمیر سیر استفاده کردم. اگه شما نداشتید از سیر نصف حبه سیر کافیتون میشه. برای هر پرس 1 قاشق غذاخوری ربع انار. من 2 پرس دارم، پس 2 قاشق غذاخوری هم بهش ربع انار اضافه میکنم. حالا 1 قاشق غذاخوری هم بهش شکر قهوه‌ای اضافه میکنم. اینم از شکر قهوه‌ای. حالا حدود 3 قاشق غذاخوری هم بهش آب اضافه کنید. حالا بذارید بجوشه تا به اون قوامی که میخواید برسه. ببینید این قوام الان برای ما کافی هستش. وقتی که سرد بشه یه مقدارم از این سفت‌تر میشه. ربع انارمون آماده است. خب اینم از اکبر جوجه هامون بعد از 1 ساعت و نیم تقریبا آماده شد. 2 ساعت زمان مناسبی هستش. 1 ساعتش رو گذاشتم با روغن خالی. نیم ساعت بعدش رو کره اضافه کردم همونجوری که دیدید. نتیجهش میشه این مرغ پنبه‌ای خوشمزه. خدمت دوستداران اکبر جوجه. در آخرم از کری که آب کردید روی اکبر جوجه‌تون بدید. این امضای اکبر جوجه است. اکبر جوجه باید چرب باشه. اینم ربع انارش که یه طعم خیلی خوشمزه و لذیذی داره. ببینید کاملا به قوام افتاده و عالی.